قسمت‌های ITC یا فری هولد چیه و چرا برای دولت‌ها اینقدر مهمه؟ یه سری مناطقی که تو بخش‌های گردشگری، مسکونی و تجاری دولت‌ها درشو باز میذارن، سند شیشتانگ انتقال میدن به نام خارجی‌ها به خاطر اینکه به وضعیت اقتصادی اون کشور رونق بدن. به اونا میگن مناطق ITC. عمان بهش میگن ITC. حالا ممکنه تو کشورهای دیگه اسمای دیگه داشته باشه. حالا تو بخش مسکونی دولت عمان اومده آفرای خیلی خوبی در نظر گرفته، هم زمینه‌ای با متراژ خیلی بالا، هم با امکانات خیلی عالی داره این کارا رو انجام میده و ارائه میده که هر کدوم میتونه نقشه یه شهر کوچیکو داشته باشه. 400 هکتار، 500 هکتار، 600 هکتار، 200 هکتار و دیگه کمتر پروژه هایی پیدا میشه توی عمان که متراژش از اینا کمتر باشه. توشون مدرسه تعبیه شده، دانشگاه تعبیه شده و تمام امکانات تجاری و رفاهی توی این منطقه ها تعبیه شده برای اینکه جذب سرمایه گذارای خارجی رو داشته باشه. و از طرف دیگه تو بخش صنعتی و تجاری زمانی که شرکت های بزرگ بین المللی ورود میکنن و میان استارت یه کاری رو میزنن، خب قاعدتاً کارمند میخوان، کارگر میخوان، متخصص میخوان. این باعث میشه که تقاضا برای اجاره و خرید ملک توی یک کشور و حجم توریست و سرمایه گذارای خارجی زیاد میشه. جذابیت دیگه‌ای که داره این قضیه خوردن سند شیشتانگ به نام خریداراست. زمانی که شما یه ملکی رو خریداری میکنی و یه سند شیشتانگی به نامت خورده میشه، خب یه امنیت خاطری داری و خیلی راحت میای یه واحدی رو میخری. توی کشورهای خلیج فارس و GCC حوزه خلیج فارس، عمان توی سالیان گذشته خیلی فعال بوده توی این قسمت و تونسته جاذبه های زیادی رو برای خارجی ها و شرکت های بزرگ سرمایه گذار خارجی فراهم بکنه و یه آمار رو به رشد خیلی چشمگیری رو داشته. قسمت های ITC توی عمان اولیش شهرک الموج و قدیمی ترینشه که دیگه پخته شده و جا افتاده شده. شرکت دارگلوبار شهر آیدار رو میسازه، شهر پایدار و مدینه العرفان جز جاهاییه که ITC مسکونی اعلام شده و تمام امکانات توی اینا تعبیه شده. تجاری، بخشای تجاری دارن، بخشای اداری دارن و در رابطه با خرید ملک تو هر کشور قانونا با هم دیگه فرق میکنه و بعضی از کشورها ممکن اصلا همه جاش هر خارجی بتونه هر جایی از اون کشور خرید بکنه و سند شیشتانگ به نامش بخوره. ولی توی ایران خودمون و کشورهای حوزه خلیج فارس این قانون هست که خارجی‌ها هر جایی نمیتونن خرید بکنن و فقط به نام شرکتاشون میتونن این کار رو انجام بدن و ملک خریداری بکنن.